گوش کنم گوش کنم کار جدید موهاتو بزن پیدا نمیشه قاتل ندا جدا کسی پیدا میشه باشه عاشق صدا خطاب به اونایی که میزنن برا کف و دست شما تا حالا حتما نشیدین رپ و پس چون کارای خوانندتون نداره قاعده از نظر قوانین رپ همواره ناقصه اصلا طرفدارات یه ملی یا طرفدارم یه نفر ولی همون یه نفر خوب میدونه چه اصلا ایرادت تو نمیفهمی افریجی لابو درده وا میخوای با کنتت MTV ساپو به خود اونی که میخونی رپ نیستش چه تو توقع داری که بگم تبریک به جا که ترزنی رپ و ول کنی بهتره بعدم برو وقت تو بذار روی دکلمه استایلت ضعیف هست وری بوری نمیتونی چند تا کلمه رو هجی کنی اون برا بین ولی کارتون ضعیف تو امثالت فقط آبرو بری تو وقتی شما باشین حال روز هستین تو امثالت فقط آبرو بری اون برا بین ولی کارتون ضعیف تو امثالت فقط آبرو بری تو وقتی شما باشین حال روز هستین تو امثالت فقط آبرو بری وقتی که کارتو شنیدم خندم گرفت وای به حالت اگه برسه دستم بهه میکنم تیز ریز چون رپا کردی خیزگی با این صحبت چیزم توی چیز یه سال وقتی ایران بودی کجا بودی حالا رفتی اون وره فکر میکنی شجا تویی نه تو فقط یه عوام فریسه با این کارات مگه میشه جواب نگیری تو بیرون گلی هی میگی لنگش کن بسته دهن تو لطفا چفتش کن تو واسه مردم ایران چه کاره هستن یارم ازت به هم میخوره خب جناب نجف تو با این کارا فقط میخوای مطرح باشی ببین ما هم بود دست و مشبند سبزم داری ولی نمیگم جا بزنی واسه معروفیت یه فخر رسوا کردن تو بودش مسئولیت من اون برابین ولی کارتون ضعیف تو امثالت فقط آبرو بری تو وقتی شما باشین حال روز هستین تو امثالت فقط آبرو بری اون برابین ولی کارتون ضعیف تو امثالت فقط آبرو بری تو وقتی شما باشین حال روز هستین تو امثالت فقط آبرو بری خاک تو سرت رفتیم اون برا با اون امکانات انقدرم نمیتونی کار کن انقدر ببین انقدر واقعا براتون متاسفم چون فقط آبروی رپ فارسونه یکم از ما یاد بگیر بدبخت ما رو جای پشم گوسفند چی بگم مکساس منجزدوت خودم هم که میشناسه دیگه افراد مخصص دیس چیزی که ندارم از آهنگ استفاده دارم